آوردن استقلالیت در تاجیکستان مقام و نفوذ زن در جامعه بلند گردیده، مخصوصاً در پرتو سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توجه در فعالیت جمعیتی و صحوی بانوان زیاد شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 دکمبر سال 1999 درباره تدبیرهای بلند برداشتن موقع زن در جامعه یکی از حجتهای مهم به حساب رفته در تاریخ صاحب استقلالی ما مقام و مرتبه خود را دارد. موضوع زنان و مادران در ایجادیات استاد میرزا ترسونزاده به پایه بلند غایوی و بدیهی رسیده است و در سلسله مدرنامه استاد که در مجموعه پاسبان آتش جمع آمده است شعرهای زیادی درباره زن مادر گفته شده است و چنین توصیف و توضیحات مکمل و مفصل درباره سیمای زن مادر تاجیک و دوره برکمالی ایجادیات استاد راست می‌گویند و از جمله شعرهایی که در مدرنامه جمع آمدند این شعرهای دستی مادر، دلی مادر، چشم من، بگذار زن باشد مدام، زن اگر آتش نمیشد، زن پاسبان آتش است و از جمله چنین شعرهای دیگر میباشد که سالهای 60 و 70 از طرف استاد تالیف گردیدند. در شعر دل مادر خصلت مادر تاجیک که با سرفرزندی میل دارد و شب توی عروسی فرزندش کلین فراری را پیش میگیرد آمده است. مادر تاجیک اشک شادی میریزد و کلینش را به خانهاش میفرارد. در اینجا تمام خصلت مادر تاجیک با تمام نازکی‌هایش در اشعار میرزا ترسونزاده عکس یافته است. مادر تاجیک را فرزندش در جنگ وفات کرده است ولی نمیخواهد که فرزند خردی این حسیات را بفهمد و زندگی را ادامه میدهد. نمردم زیستم، فرزند خردم را کلان کردم، شب توی عروسی اشک شادی را روان کردم. گمان کردم که آبی دیدم مرجان گشت مرجان را، به کلین پیشکش کردم دعا چون مادران کردم. استاد لایق شیرعلی از نخستین قدم‌های ایجادیش به موضوع مادر توجه پیدا کرده است. بعدها این موضوع در تمام ایجادیات شاعر موقع اول درجه پیدا نمود که سال 1965 به تب رسیده است. وقتی که دست دعای مادر نام مجموعه شاعر را ورق میزنیم به 55 شعر مادر و زن بخشیده دچار می‌آییم. همه اشعار به مادر بخشیده لایق از جمله شعرهای مادر، سرود مادر، قرض، قصیده مادر، تو مانند زمین تنهای مادر و مجموعه شعرهای غزلیات و رباعیات دست دعای مادر جاویدانند. در این شعرها خصوصیت ملی و شرقی مادر تاجیک و باطنی پاک و بی‌آلایش هوس و آرزوهای مادر روستایی مورد تصویر قرار گرفته است. تصویرها چنان ساده و افاده‌ها چنان ماهرانه به هم آمدند که خواننده به اختیار هستی انسان را پیش نظر می‌آورد. نبیند چشم کم بیند به جستن چشم سوزن را، بلرزد دست پر اعجاز تو در قبضه پیری، ولیکن باز می‌دوزی تو دسترخوان گلدوزی، که روزی معرکه در بین مردم آبرو گیری، چه دنیایی است دنیای امید تو ایا مادر ایا مادر. جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. مادر جان سراول فراموش نکن که اگر سجده به آدم جایز می بود پیش پایت سجده می کردم. خیلی حرف هاست که در دل ماست اما ابرازشان مشکل، از آن جمله محبت قلبمان را. امروز هرچی که داریم با دعای شما هست. بدون دعایتان ما هیچ مادر، هیچ. هر صبح در نماز بامدادی سراول برای خودت نه، برای پدر و مادر گذشته نه، برای شفای بیماریت نه،
بلکه برای ما فرزندان دعا میکنیم. هر یکی آن را اسمش را میگیری و دو دست بر دعا برداشته برای مشکلی هر کدامشان دعا میکنی. این است اثبات یک بزرگیت که هیچگاه برای خودت زندگی نکردی مادر. پس چی گویم که گذشته پردرد و پرالمت بعضن وقت ما را عذاب میدهد که او همه کار را برای ما کرد، ولی ما برایش چی کرده مادر؟ هرچی که کرده باشیم هم باز هم کم است. نزد تمام زحمت های شما این همه هیچ است مادر، هیچ است، هیچ. شبهای بیخوابیت، گریه های پنهانیت، هم مردانه و رفتار کردنت، هم مادر و هم پدر بودنت. پس کدامش را ادا کنم مادر؟ کدامش را؟ شاید فکر کنی که آن وقتها ما خرد بودیم چیزی را درک نمی کردیم و شاید فراموششان کرده باشیم، ولی نه مادر، در یاد دارم همه اش را. جانسوزترین درد دنیا برای هر یک انسان این اشک مادر است. اشکهای پنهانیت را در خاطر دارم مادر، اگرچه خیلی خرد بودم ولی باز آنها را حکم می کردی و به زندگی مردانه مبارزه می بردی. خیلی جرأت و غیرت مردانه داشتی مادر که آن را نه هر مرد داشت. مادر جان، به چی تشبیهت بدهم؟ به گل یا ماه یا مرمر یا خورشید؟ ولی نه مادر، تو فرشته ای، تو همانندی نداری مادر، نداری. پس می گویمت مادر، تو شهرت و شانمی، پاره جانمی، نبض زمانمی، روح روانمی. این عیدت مبارک مادر جان. مادر جان، تو اختر مایی، گوهر مایی، سرور مایی و یاور مایی. این روزت مبارک مادر جان. ایا مادر، فدایت می شوم من، سری زان و گدایت می شوم من. در این دنیای فانی تا تو هستی همیشه دستیارت می شوم من. آه مادر، مادر، چی عجایب ذات هستی تو. در دنیا نسل انسان خشک شده می رفت اگر مهر و شفقت و مهربانی های تو نمی شد. عشق و محبت معنی و مفهوم خود را از دل تو، از هستی تو گرفته است. عشق عشق تو، مهر مهر تو، دل دل توست. تو اسرار نهانی فرزندان خود را به یگان گفتن آنها میفهمی، زیرا آنها را در مغز جانت پرورده به دنیا آورده ای. دل آنها تپیدن را از دل تو مخته است. خون آنها برگها دویدن را از خون تو مخته است. احساسات، فهمیش و ادراک را به آنها تو داده ای. ابتدای زندگانی مادر است. سرخط فضل و معانی مادر است. حامی صلح و امانی مادر است. هیکل در جاویدانی مادر است. بهار آمد نه آمد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل به یک تار سفید موی مادر. ایا مادر، امیدی من تو هستی، گل سرخ و سفیدی من تو هستی. توی خورشید اندر روزگارم، توی فصل، توی باغ بهارم. ای برادر، دار مادر از برایت دولت است. در نمازش می کند هر دم دعایت دولت است. گر بیایی از سفر مهمان در پشت درش، لحظه ای خندیده پیشت می براید دولت است. در بهاران عید مادر می شود، دیده و دلها منور می شود. حسن ناتکرار فصل نوبهار با نگاه زن برابر می شود. از فروغ چشم مادرهای ما تاجیکستان همچو اختر می شود. از همین مادر به دنیا رهنما
بس بزرگان دلاور می شود. بهر فرزند عالم بختی بلند با دعای دست مادر می شود. در ره تصویر حسن مادران جمله فرزندش سخنور می شود. چشمه مهر است جاری از نگاه مادران، نور می بارد به دنیا روی ماه مادران. 100,000 اسناد عهد و سازش اشراف را اعتباری نیست چون صلح و رفاه مادران. به مجازا دیده برخی ناخلف فرزندها، سرفرو دارم به قلب خیرخواه مادران. گر خدا 100 جان دهد ساز فدایش باک نیست، جان دهد بر تو دعای صبحگاه مادران. در متانت پاکدامانی و در حسن و جمال مادری تاجیک الحق است شاه مادران. هر جا قدم گذاری آری بهار مادر، زیبنده حیات و زیب دیار مادر. از مال در تنها کردی طلب ز الله، فرزندی پارسا و با ننگ و عار مادر. تا تخت و بخت یابد فرزند تو به امید، دست دعا گشادی در هر مزار مادر. در راه آفرینش تنها تو را پذیرفت، همراه و همصف خود پروردگار مادر. از تو دعا گرفته آغاز زندگانی، قلب حیات به تو ماند ز کار مادر. کیست می نالد شب و روز از غمی بی مادری، در سرایی که همیشه اشک باران می شود. در تنور سینه ای که دل همی سوزد مدام، از تنی که از علم هر دم برون جان می شود. مادرا بگرفته گرچه خواب آغوشت کنون، روح تو پرواز اندر عرش دارد تا ابد. نامی یاد نیک تو بر عمر ما فرزندها، فتح و نصرت شأن و شهرت بار دارد تا ابد. دولت دنیاست او را آنکه مادر داشته است، همچون مادر هادی و صاحب و سرور داشته است. می سزد که باشد او منکر به پرواز عقاب، چون زی صاحب مادری بر خویش او پر داشته است. اعتبار لذت او را ندارد انگبین، چون بکام از طعم نام مام شکر داشته است. راحت و آسایش دنیا نصیب آن کس است، زآغوش مادر اگر بر خویش بستر داشته است. ملک دارای و سکندر ناپسند آید بر او، هر که همچون تاجیکستان تحفه کشور داشته است. آه مادر، گرچه آهی سرد قلب گرم را بیگانه بود، این سفر با آه دادن شیر خود را ابتدا. آه سرد است و ولی امید دارم در دلم، مهر تو بخشد به شیرم گرمی خورشید را. وقتی طفلیم چو دل روی کفت برداشته، زندگانی دادیم با قطره شیر سفید. لیک این دم من تو رو روی کفم برداشته، میبرم با اون راهی که ندارد باز دید. من حوصلت میکنم اما ندارم باوری، که از برم تو میروی دیگر نمیبینم تو را. میروی چون نورهای آفتابی در غروب. دولت بر ما سرودی ملی مادر بود، از همه شعر و ترانه در جهان برتر بود. الله تو راز دلها را برای ما گشاد، الله تو سیر دنیا را برای ما گشاد. الله باشد سرخبار حیات و زندگی، سوره فتح و ظفر بر مشکلات و بندگی. الله تو یاد ما را داده است آدمگری، هم جسارت هم شرف هم سروری نامآوری.
الله تو راهنمای راه امید بشر، چون دعای مستجاب هست با ما همسفر. الله مانده است اکنون چون از آن در گوش من، بفکند باری غم و اندوه را از دوش من. الله دستور من بر کار و پیکار من است، چون سلاح بر شکست و محو اشرار من است. گل عروسی خواب را نیکو پذیرایی کند، روزگار و زندگانی را دلارایی کند. الله تو زندگی نامه فرزند هاست، بهترین فرهنگ اندرز و جمعی پند هاست. با سرودی الله تو یافت موج و کمال، با عمر ما با الله ای کاش که یابد زوال. درد ما یک تو از مادر هزاران بوده است، درد ما تیر به مادر تیر باران بوده است. عالمی را درد یک مادر میانش بشکند، درد اوی و جوری هر دو دهر یکسان بوده است. صلح و امنیت ندیدم پایدار اندر جهان، در بر مادر ولی حال بسامان بوده است. از خدا ایمان اگر داری طلب ای بیخبر، هر که حرمت کرد مادر را به ایمان بوده است. در انجام نماز ویتر مادر بخواهد عفو از الله اکبر، برای کل خلق روی عالم، برای خلق تاجیک معظم. نهاد او پسر خود را به بالین، رود تا یک دم بر خواب شیرین. خیالش کرد پرواز به دنیا، برای حل و فصل صد معما. کنج صندلی بنشسته شبها مادر پیرم، تو شاید جامه دامادی میدوزی به نیت، که روزی توی دیده در قد من بشکنی ارمان. ببینی تا برنگ نب به حسن نوجوانیت، به آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من. نیابد چشم کم بیند زی جستن چشم سوزن را، بلرزد دست پر اعجاز تو در قبضه پیری. ولیکن باز میدوزی تو دسترخوان گلدوزی، که روز محرکه در بین مردم آبرو گیری. چه دنیایی است دنیای امید تو ایا مادر، ایا مادر. نهان و پردگی بگذشت دوران جوانیت، حیاتت در گسیل و پیشواز زندگی طی شد. بکن با گوشه قرص سفیدت پاک اشکت را، به دنیا آدمی یک بار می آید به پای خود. به آه تابناکت از کجا عکس صدا جویی ایا مادر، ایا مادر.